با درود دوستان عزیز، چند سال پیش سالی 2017 میلادی یک دختری درباره زندگی خودش برای من قصه کرد. یعنی زندگی تلخ خود که شو کرده بود و یک مدت کوتاه زندگی کردن و بعد از شوهرش جدا شد و همین رو من برایش یک شعر نوشتم و این شعر رو برای شما میخوانم. خالی بود آسمانی دل من از همه راز و نیاز، از همه سوز و گداز. ناگهان کردی طلوع چون خورشید به هوای دل من. گرمی عشق به من بخشیدی، پرتو افشان به دلم گشته امید. قبله و کعبه عشقم بودی، رو به سوی تو همه بنشستم من به ذکر و به نماز. به خیالی که سحر آمده است به جهان دل من. گهی بیش گفتن و هنگام ثمر آمده است رفت زبر مشکل من. لیک هیهات نمیدانستم، آهی که نمیدانستم که نشیب نزدیک است و ره عشق دیگر نیست فراز. به همان شیوه که پیدا گشتی ناگهان کردی غروب. در پس کوه معما رفتی، به پس کوه علم ها رفتی. دل من تاریک و سرد است امشب، دل من تاریک و سرد است امشب. دلم دنیای تو بود، تو ز دنیا رفتی. من به غمهای خودم تنهایم، با خودم می سوزم به خودم گویم راز. رفتی برو و خدا یارت باد، تا ابد مونس و غمخوارت باد. من دیگر تنهایم در دل شبهایم. سر به بالین غمم می گیریم، ناامید ره عشق و هم از فردایم. با خودم می برم غمهای تو را، با خودم می برم غمهای تو را، هم علمهای تو را به جهان گذرا. ز جهان گذرا چه کنم زان که ره عشق چنین کوته بود و علمهاش دراز.